سلام به روانخواه، خوش اومدین. اینجا درباره کتاب ها صحبت میکنیم، عموما کتاب های روانشناسی، و امروز میریم سراغ کتاب Experiences of Depression. این یه کتابیه که اتفاقا توسط روانشناس یا روانپزشک نوشته نشده، توسط یک استاد فلسفه در دانشگاه یورک به اسم متیو رادکلیف نوشته شده. در سال 2014 چاپ شده و میاد یک زاویه دید فلسفی اتخاذ میکنه نسبت به این پدیده و وارد تجربه ذهنی آدم ها میشه که از آدم ها میره میپرسه که چه تجربه‌ای دارن از لحاظ ذهنی و درونی و معیارش رو این قرار میده. یعنی یک مقداری از سمپتوم و اون دید DSMی یا زیستی یک کمی فاصله میگیره و بررسی میکنه که علاوه بر سمپتوم ها چه اتفاق دیگه‌ای توی افسردگی میفته. یعنی ما سمپتوم ها رو هم بذاریم، این بازم افسردگی نیست. از دید گشتالتی یک چیز فراتری هم وجود داره و اون رو به این تشبیه میکنه که انگار یک عنصر بنیادینی موقع زندگی کردن وجود داره که آدم هایی که به اصطلاح سالمن و دچار افسردگی نیستن اون رو ازش غافلن، مثل آب برای ماهیه. و اون فقدانی که در واقع این عنصر بنیادین وقتی گم میشه و فقدانش رو حس میکنه اون آدم افسرده، تازه متوجه وجود اون چیز میشه. یعنی تازه ما شروع میکنیم به توصیفش که خب آره یه چیزی اینجا هست. اون عنصر بنیادین انگار اینجوریه که طرف نه فقط احساس ناراحتی میکنه، نه فقط احساس ناامیدی، نه فقط احساس گناه یا خستگی، بلکه یه نفر خیلی عصبانیه داره بوق میزنه همش، بلکه میاد انگار توی یک جهان دیگه ای فرود میاد. یعنی این در واقع این ویدیو درباره فصل اول این کتابه که جهان افسردگی رو میاد توصیف میکنه، The World of Depression. یعنی انگار اون جهان عوض میشه، انگار شما فرود اومدی توی یک کشور دیگه ای و یه فرهنگ و زبان دیگه ای داره، یک قوانین دیگه ای داره و یک جای دیگه ایه کلن. و این همون تفاوتیه که مجموع سمپتوم با واقعیت افسردگی داره. یعنی واقعیت درونی فرد همچنان یه چیزی فرای سمپتومه و جریان هوشیاریش یه جوری دگرگون شده که فرقش عین کابوس با بیداریه. معمولاً هم این به کلام در نمیاد، یعنی طرف نمیتونه بگه که اصلا من کلا اون بستری که توش غم و خستگی و ناامیدی و همه این چیزها رو تجربه میکنم هم عوض شده. یعنی انگار اون چارچوبی که توش همه اینا میتونه اصلا تجربه بشه هم عوض شده. شما فرض بکنید احساس خستگی و غم و ناامیدی و همه اینها با یک شدت و ضعفی تو همه وجود داره و لزوما شدت اون معادل افسردگی نیست، بلکه از لحاظ کیفی اصلا این کلا دگرگون میشه. یعنی تمام اون چیزها، تمام اون فعالیت‌های شناختی، فعالیت‌های عاطفی، تمام کنش فرد، اون چیزی که میدونه، میشناسه و اصلا انتظار داره از آینده، اون چیزهایی که بهش باور داره یا بهشون شک داره، همه اینها توی یک بستریه. و افسردگی میاد اصلا اون بستر رو تغییر میده. یعنی میاد اصلا تمام این چیزها رو توی یک فضای دیگه ای به فرد تحمیل میکنه. اون فضا وقتی که عوض شده باشه، این اون واقعیت افسردگیه.
یعنی تجربه در جهان بودگی طرف اومده دگرگون شده و اینو ما با متدولوژی متفاوتی میایم بررسی میکنیم دیگه. یعنی شیوهی که ما اصلا به موضوع نزدیک میشیم برای شناختش، این اپروچ فلسفی و پدیدار شناختی و حالا مصاحبه هایی که از افراد میگیرن و اوورلپ این تجربه ها، اشتراکاتشون با هم دیگه، این یک زاویه دید متفاوتی به ما میده. یعنی خیلی اونقدر هم زیستی و انگار که مثلا یک کتاب مقدسی باشه که بگه خب من افسردگی رو فهمیدم، همیناست و هیچ چیز فراتری نیست و انگار مثلا هیچ فردیتی قائل نباشیم برای آدم ها. موقعی که ما خیلی بخوایم بر اساس DSM حالا یا کتاب های این چنینی بخوایم رنج درونی افراد رو بررسی کنیم، انگار اومدیم اون آدم رو آبجکتیفای کردیم. حالا یه سری نکته هم اینجا هست، اینه که ما زمانی که توی یک محیطی قرار داریم، مثلا در جهان قرار داریم و حضور داریم، وجود داریم، عموماً ادراک ما توی افسردگی انگار عوض میشه از این در جهان بودگی. یعنی انگار یک جدا افتادگی وجود داره، یک عدم اتصال و عدم تعلقی وجود داره که همه چیز بیگانه است و همه چیز ناآشناست، همه چیز آشنایی زدایی شده و ما از طریق یک دیوار شیشه‌ای، یک مرزی که انگار ما رو جدا میکنه که متصل باشیم، نمیذاره ما متصل باشیم با جهان بیرون، انگار اونطوری دنیا رو میبینیم. انگار از بیرون داریم خودمون رو میبینیم و همه چیز خیلی غریبه و گیر افتادیم توی یک مکعب شیشه‌ای که درسته اون بیرون رو میبینیم اما در نهایت اسیر اون مکعبه ایم و بیواسطه وجود نداریم در جهان. یعنی انگار یک چیزی این وسط مانعه و حس بدی هم میده، یک حس ناخوشایند، ناآشنا، سنگین، ناامنی که انگار یه چیزی خرابه و اشتباهه و این اون فضاییه که یک آدم افسرده توش داره زندگی میکنه. حالا این کتاب سرفصل‌های خیلی جالبی داره، این 10 فصل‌های مختلفشن و امیدوارم بتونم هر کدوم از اینها رو بیام بشکافم و راجبش صحبت کنیم. اگر که شما نکته‌ای دارید توی کامنت ها برای من بنویسید، خیلی خوشحال میشم که یک فضای تعاملی باشه که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم راجبش. و همین، توی ویدیو بعدی ببینمتون.